پس کسی که نماز ترک میکند تارک صلات است، یا همراه قارون حشر میشود، یا بر رفاقت فرعون، یا همراه هامان وزیرش، یا همراه انمی بدبخت ابی ابن خلف. برادرای عزیز، همش یک برادر نصیحت بکنم که مسئله نماز بسیار جدی است، بسیار جدی است، بسیار احتیاطکار باشه در مسئله نماز. لاف و گزاف کسی را گوش نکنه. شخصی که به خاطر مال و ثروت دنیا نماز ترک میکند او همنشین قارون است. شخصی که به خاطر حکومت، به خاطر دولت نماز ترک میکند او همنشین فرعون است. کسی که به خاطر ریاست و وزارت نماز ترک میکند او همنشین هامان است. کسی به خاطر تجارت، به خاطر مردکاری، به خاطر کار دنیوی نماز ترک میکند همنشین ابی ابن خلف است. علامه ابن قیم جوزیه همین روایت در زاد المعادش آورده است، همین شرح توضیح آورده است. پس برادرای عزیز، نسبت نماز بسیار باید مواظب باشیم که این یک جنایت است. قسم به خدا. امروز نام موضوع ما حکم تارک الصلات، حکم شخصی که نماز ترک میکند، نماز نمیخواند، که در شریعت چه حکم دارد. و ما هر چیزی که میگوییم از قرآن و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و از فتوای مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه گپ میزنیم. یگان حرف از خودم گپ نمیزنم. خواهش میکنم مبادا با دماغ تو از ما نسوزد که حکم شریعت است. ما مسئول هستیم، موظف هستیم که حکم شریعت به بندگان خدا رسانیم. حضرت امام مسلم و اصحاب سنن اربعه، یعنی امام نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی و امام ابن ماجه، در سننهای خیش، اگه از امام مسلم که صحیح است، باقی مانده ها هم با نام سنن یاد می شوند، یعنی سنت ها، مجموع سنت ها. از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه، صحابی بزرگ جلیل القدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که حضرت فرمود: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاه. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم، میگوید جابر ابن عبدالله، که فرمود فرق بین مرد مسلمان و بین شرک و کفر ترک نماز است. فرق بین مرد مسلمان و بین شرک و کفر ترک نماز است. ببینید صحیح مسلم احتیاج به شرح توضیح نداره. صحیح مسلم در پهلوی صحیح امام بخاری می ایستد. صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان محسوب می شوند. خب سنن اربعه را قوم مسجد ما خوب می دانند که این چی کتاب هستند. این 4 کتاب سنت که نام بر کردم در یک جایگی با صحیح بخاری و صحیح مسلم صحاح سیته اهل سنت و الجماعه را تشکیل میکنند. 6 کتاب صحیح ترین اهل سنت و الجماعه را تشکیل میکنند. این از زبان گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شده است. امام نسائی در سنن خیش، امام ترمذی در جامع السنن و ابن ماجه قزوینی در سننش و دیگر محدث و آدمای معروف ترین من نام بر کرده استم. از حضرت بریده رضی الله عنه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که حضرت فرمود، یعنی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ان العهد الذي بیننا و بینهم الصلاه فمن ترکها فقد کفر. بدرستی عهد پیمانی که بین ما و بین اعراب است نماز است. عهد پیمانی که ما به خاطر قبول اسلام و ایمان اعراب هستیم نماز است. یا به قول دیگر گوییم فرق بین ما و بین مشرکای عرب همین نماز است. پس هر کسی که نماز ترک میکند کافر میشود.
امام احمد حنبل یکی از ائمه اربعه اهل سنت و الجماعه با استناد به حدیث هایی که در بالا آوردیم در فوق و ایراد مجموع محدث های اسلام روایت کردند. هیچ کتاب حدیثی نیست که این حدیث ها در اونجا ناومده باشد. حکم کرده است هر کسی که قصداً یک نماز فرضی را ترک میکند کافر میشود و از اسلام خارج میشود. امام ابو حنیفه، امام مالک و امام شافعی اینا حکم میکنن، یعنی که حدیث تعویل میکنن بر این که اینجا سخن درباره شخص میرود که فرضیت نماز قبول ندارد، فرضیت نماز انکار میکند. یعنی شخصی اگر باشد که فرضیت نماز قبول نداشته باشد، گوید که چی نماز بخوانی و چی نخوانی هر دش برابر است، یا که نعوذ بالله گوید که نماز فرض نیست، این شخص کافر میشود، از دایره الاسلام خارج میشود. اما شخصی که فرضیت نماز قبول دارد اما به سبب تنبلی، به سبب بیخوشی یا یگان سبب دیگر نماز قصداً ترک میکند، ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه، امام مالک و امام شافعی میگویند که فاسق میشود، مرتکب گناه کبیره میشود، اما از اسلام خارج نمیشود، حکم به کفرش کرده نمیشود. خب من انشاءالله یقین دارم که اکثر کلی به نمازهایی که در جامعه ما هستند همین طایفه را تشکیل میکنند. یعنی کسایی هستند که فرضیت نماز قبول دارند اما با بیخوشی و تنبلی و سببهای دیگر که من جوان هستم و خاک و بلا هستم حالی نماز جدی گمان نکردن نمیخوانند. خب بگذار حکم به کفرشو کرده نشود، اما مرتکب گناه کبیره شما میدونه یعنی چی؟ یعنی شخصی که به مقابل خداوند جنایتی بزرگ کرده است، به مقابل خداوند جنایت کرده است که شاید حکمش قتل باشد یا حکمش حبس ابدی باشد. اگر عصرهای پیش بگیریم دولت‌های اسلامی را، کسی که به تنبلی نماز نمیخوند، نماز ترک میکرد، به قول امام مالک و امام شافعی قتلش میکردند. اما به قول امام اعظم ابو حنیفه، به فتوای امام اعظم ابو حنیفه در زندان می انداختنش. قاضی تعزیرش میفرمود تا زمانی که توبه نکند، اصلاح نشود، نماز نخواند، از زندان خارجش نمیکردن، در همون زندان میماند. مرتکب گناه کبیره یعنی که نسبت پروردگار بزرگ جنایت کرده است که اگر خدا خواهد میبخشد، اگر نخواهد موافق جنایت کردگیش جزا میگیره. سبحان الله، اگر خدا خواست میبخشد، یعنی به مشیت پروردگار وابسته است. او گناهی که کبیره حساب میخورد او را نه روزه کفارتش میشود، نه حج کفارتش میشود، نه نمازهای فرضی دیگر. گناه کبیره را بعد توبه کردن، بعد انجام دادنش باید منتظر رحمت خدا باشی. اگر خدا خواست توبه تا میپذیرد، گناه تا میبخشد. اما اگر نخواست و به عدلش گرفت، موافق جنایت کردگی جزا تا میگیری. و جزاش چی است؟ لابثین فیها احقابا، لبس کنندگان در جهنم حقبه ها. یک حقب از 80 تا 100 سال است. یک حقب از 80 تا 100 سال. اگه تصور کنی برای یک گناه کبیره اگر خداوند به عدل گیرد در دوزخ پرتاید، 80-100 سال بسوزی. و علما میگویند که یک روز جهنم، یک روز قیامت برابر است به 1000 سال. این چقدر میشه؟ سبحان الله، چند میلیون سال میشه. اگر ما میفهمیدیم که مسئله نماز چقدر جدی است، والله سرمون در سنگ میزدیم، این نماز ترک نمیکردیم. اما تا به حال نمیدونیم که این چی جنایتی بزرگ است. شیخ سعدی رحمت میشناسی، در زمانهای شوروی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی را با نام شاعر انسان پرور، شاعر گومانیست، شاعر نصیحتگر ترغیب تشویقش میکردن. در تمام دنیا هر کسی که با شعر و با علم ادب آشنا باشد نام سعدی را میداند. در تمام دنیا آثار سعدی
به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده است. از انگلیسی و فرانسوی و نمیسی شروع کرده به روسی و دیگر همه میدونن. همچون یک شاعر نصیحتگر میگویند که از همه بیشتر در جاده ادبیات شیخ سعدی شیرازی نصیحت کرده است. همه بنی آدم اعضای یکدیگرند که شیخ سعدی گفته است، سروده است، حدیث پیغمبر را به نظم کشیده است، با اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده است. اکثر مردم متفکر و اکثر مردم با عقل و با فراست و با فرهنگ این را از یاد میدونن. ما این را همچه انسان پرور میگوییم. ببینه میگه تمام بنی آدم اعضای یکدیگرند، فرق نداره او کی است، نمیسی، روسی، تاجیکی، عربی، همه اعضای یکدیگرند، زیر و بنده های خدا هستند که در آفرینش زی یک گوهرند، زیرا که پدر و مادر همش آدم علیه السلام و حوا بود. چه عضو بدر داورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اگر یک اعضای بدن به درد بیاید، تمامی دیگر اعضاها با این هم‌آواز میشوند. همش تب میکنن، خوابت نمیبره، اشتهات میگریزه به درد دندان مثلا. تا کس محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. مادام که یک برادر به بلای مبتلا می شود، میگوید شیخ سعدی تو پروا نداری، غمگین و مایوس نمیشی به عذاب و مشقت او، پس تو آدمی نیستی. ببینید چی مضمونی بزرگ. همه شخصی انسان پرور، همه شخصی گومانیست، همه شخصی نصیحتگر میدونه در حق بینماز چی میگوید. حالی میگن که در اسلام بسیار سختگیری هست، در کتب شرعی بسیار حکمای سخت می آید. کتب شرعی را یاد موندیم. ای ادبیات سویتی، گم که سویتی را از ادبیات کلاسیکی تاجیک، از ادبیات بزرگ فارس برای شما مثال میاریم. از شیخ سعدی که نصیحتگر ما و شما است. حضرت میگوید وامش مدهان که بینماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. آدم بینماز ای گرسنگی را دهنش وازم که شود، یک لقمه نانش نتی. کو فرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. آدمی که پروای فریضه خدا نداره، شکرگزاری نعمت خدا را نمیکنه، پروای قرض تو داره، بینماز ده نتی میگه. یک لقمه نان میگه به بینماز نتی. همون بزرگی که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند، ببینه که نسبت شخص بینماز چقدر سختگیره. آخه این مسئله جدیه. سبحان الله. چرا ما نمیگیم که مثلا قانون سختگیره، یک آدم یک کس کشت یا حکم قتلش میتن یا میبرن ابدی حکمش میکنن تا وقتی زنده بودنش در زندان باشه؟ چرا میگیم سختگیر نیست؟ وقتی که انسانی که خدا خلقش کرده است، تمام نوش نعمت براش مهیا کرده است، فرمان خدا را اجرا نمیکند، از این جنایتی بزرگ میشود. سبحان الله. و این جنایت بر ضد خدا است. سختگیری از همین خاطر است. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، میگوید حضرت بار همراه اصحاب بزرگوار خیش نشسته بود، ذکر نماز رفت، درباره نماز صحبت رفت. حضرت فرمود من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. هر کسی که 5 نماز محافظت میکند، این 5 نماز فردا روز قیامت برای این نور میشوند، تاریکی و ظلمت قیامت براش روشن میکنند و حجتش میشوند و وسیله نجاتش میشوند فردا روز قیامت. و من لم یحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا یوم القیامه. اما کسی که این 5 نماز محافظت نمیکنه، یا اصلا نمیخواند، یا اگر خوان در وقتش نمیخواند قضا میکند، یا در رمضان میخواند و بعد گذشتن رمضان باز ترکش میکند، این شخص فردا روز قیامت نه نور دارد، نه حجت دلیل دارد در پیش پروردگار، نه وسیله نجات دارد. این سخن پیغمبر ما و شما است.
پیغمبر صادق. و کان یوم القیامه مع قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف لعنت الله علیهم اجمعین. و فردا روز قیامت خداوند ایرا یا در کمره قارون میپرتوید، یا در کمره فرعون، یا در کمره هامان، یا همراه ابی ابن خلف. لعنت خدا بر هر چهارش بود. خب قارون گمان میکنم که حجت به معرفی کردنش نیست. یک قارون بدبخت شما میدونه، منکر زکات، شخصی که تا به حال زمین فروش میبره، شخصی که دشمن خدا و دشمن موسی علیه السلام بود. علیه السلام قارون قصه شما کرده بودیم یک جمعه، من یاد دارم. فرعون برای شما بسیار بسیار معروف و مشهور است، خاصتا فرعون موسی. این بدگهر چنان کشی بد دارد، چنان فعلی بد دارد که تمام مسلمانان عالم از او باخبر هستند، از کفرش باخبر هستند، از اینکه دعوای خداگی کرده است. در قرآن خداوند بیان میکند که این بدبخت گفت انا ربکم الاعلی، من پروردگار بزرگ بلند شما هستم. مردم مصر به عبادت خود میخوان، از این باخبر و واقف هستید. هامان وزیر همین فرعون بدبخت است. حالت شد که فرعون وقتی که ثبات موسی علیه السلام دید، معجزه های موسی علیه السلام دید، در شک ریب افتاد، ددیله شد. با هامان که وزیرش بود مصلحت کرد که مبادا همین موسی راست بگه و موسی پیغمبر خدا باشد و ما گناهگار و شرمنده شویم. ای هامان تو دانشمند هستی، خوب چقدر فکر کن، نشود که با احمق شویم و شرمنده و رسوا گردیم. هامان بدبخت زار زار گریست، گفت ما یک خدا را میشناسیم، نعوذ بالله، و همون تو هستی. نخواه با خدا عبادت کنه، خدا که بندگی کنه پس خدایش چی میمونه؟ و فرعون از راه زد. اگه تصور کنه که عذاب ایچی نو میشود، از راه زننده یعنی شیطان انسی، یا همراه هامان حشر می شود یا همراه ابی ابن خلف. درباره ابی ابن خلف من میخوام که یک کمی براتون معلومات بدم، زیرا اکثر مردم ابی ابن خلف نمیدونن. او سه پرسناژ گفتیم در تاریخ بسیار مشهور هستند، اما ابی ابن خلف برای اهل علم معلوم است، معروف است، اما اکثر مردم نمیدونن. ابی ابن خلف یکی از تاجران مکه مکرمه بود، از سروران قریش است و دشمن بسیار بسیار سرسختی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این به سعادت به حد دشمنی داشت نسبت محمد صلی الله علیه و سلم که هر وقت در راه میدیدش میگفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، من یک اسب برای تو تربیت کردم، ولی جوش دادم، خوب جومس شوه، فربه به قوت شوه، بعد در بالای همه اسب میبرم، سوار میشم و بسم اسب تر به زمین یکسان میکشم. وقتی همین سخن گفت به جان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول گفت انشاءالله من تر میکشم، انشاءالله گفت انا اقتلک، ولی میبینی مرگی تر خداوند به دست من میگذارم. وقتی که پیغمبر خدا در کور زبان زد، نیت کرد، البته که خداوند او را جامعه عمل میپوشاند. و این ابی ابن خلف بسیار ملعون بود. اگر یگان شناسش یا یگان رفیقش از مردم قریش ذره با محمد صلی الله علیه و سلم مهربانی میکرد، این میرفت قطعش جنگ جنجال میبرداشت. تو آدم نیافتی که قطعش رفیقی کنی، مهربانی کنی. ببینه به سعادت ظلم خودش، تعدی خودش یک طرف ایستاد، دیگرها را نمیگذاشت که با حسن توجه همچی یک انسان مهربانانه به محمد صلی الله علیه و سلم رفتار کنند. امام عبدالرزاق در مصنف و امام بیهقی در دلائل النبوتش روایت میکنند به اسناد، میگویند ابی ابن خلف یک دوست داشت در مکه مکرمه با نام عقبه ابن ابی معیط. انشاءالله شما به شخصیت آشنا میشه، به شخصیتی منفی. مثبت مردم میشناسند که منفی ها را کم میدونند.
عقبه ابن ابی معیط همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم در پهلوی خانه پیغمبر بود خونش. و حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که بسیار مرد حلیم بود، مهربان بود، جوان مرد بود، با سخاوت بود. عقبه ابن ابی معیط تاجر بود، مال زیاد داشت. وقتی که از تجارت از شام بازگشت میکرد، طعام آماده میکرد، مردم شریف مکه را دعوت میکرد، رئیسا، سرورا، آدمای نامدار، معروفا را دعوت میکرد خونش. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه صدر مجلسش بود، در جای بهترین میشنوندش، فرزند عبدالمطلب. حضرت بار آمد نشست، طعام نخورد. گفت همسایه جان برای چی طعام نمیخوری؟ گفت ما انا بیاکل طعامک والله، من گفت قسم به خدا طعام تا نمیخورم حتی تشهد الله اله الا الله و انی رسول الله، تا زمان گواهی نتی که خداوند الله معبود یگانه است و من پیغمبر او خدا هستم، طعام تا نمیخورم. تو مشرکی یا طعام میتونم من چخیل بخورم؟ این سخن وقتی گفت، عقبه ابن ابی معیط گفت لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گواهی داد، ایمان آورد. حضرت صلی الله علیه و سلم از طعامش استعمال کرد. روز دیگر ابی ابن خلف ملعون که در شام به دست آمد دید در کوچه های شهر مشمش میکنن که عقبه ابن ابی معیط مسلمان شده است. آمد خونش، از زنش سوال کرد، گفت چی درد رسیده است رفیق ما را که همه مشمشی همی را کرده استیم؟ گفت مسلمان شد رفیقت. این به سعادت هر باره که می اومد نزد همون هرش رفیق نزدیک بدن، دوستی بسیار نزدیک بدن. نزد همون رفیقش می رفت و به خونش دعوتش میکرد. این بار دیگه به سراغش نرفت. روز دیگر عقبه ابن ابی معیط آگاه شد که ابی آمده است. حیران شد که چرا مرا خبر نگرفت، آگاه نساخت. از به خاطر دعا و سلام نزدش می آید، وقتی که سلام عرض میکنه جواب سلامش نمیگردونه. گفت یا ابی چی درد رسید است را؟ چرا تو پاسخی سلام ما را نگفتی؟ گفت خیلی من جواب سلامی ترا بگم در صورتی که تو دینی پدرات ترک کرده مسلمان شده؟ قسم به خدا گفت دیگه قطعی گپ نمیزنم، رو تا نگه نمیکنم. عقبه گفت یا ابی، گفت تو انسان هستی؟ آخه مردم قریش با جوان مردیشو از دیگر مردم فرق میکنن، با مهمان نوازی، با حرمت احترام سیدها را دانستن فرق میکنن. یک شخصی بزرگ، یک شخصی با آبرو و عزت، محمد امین خانه من اومد و از خوردن طعامم ایبا کرد، چه خیلی من ایمان نیارم. گفت تا زمان کلمه شهادت به زبانت نرانی نام تنم میخورم. آخه من چه خیلی روم میشوه، این چه جوان مردی است که من بگذارم که همین شخصی بزرگ شریف نان من نخورده از خانه خارج شوه. از همون خاطر گفت من کلمه شهادت به زبان راندم. این به سعادت ابی گفت وجه من وجهی که حرام حتی تأتیه فی مجلسه فتبزق فی وجهه و تشتمه باخبث ما تعلم من الشتم. گفت اگر نزد محمد صلی الله علیه و سلم نروی، در همون مجلسی که همراه رفیقا شش است، در روش تف نکنی و بدترین قبیحترین دشنام ها حقارت دشنامش نتی، روی من بر روی تو حرام. تمام به همه دیگه دوستی ما بدقت. و این عقبه ابن ابی معیط به سعادت که از هدایت خدا محروم بود، همون کلمه شهادت یک به زبانش آمده، از بس که گمراه و احمق بود، شک ریب داشت، ثبات که نداشت، با سخن همین دوستی احمقش آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در چهره مبارکش تف انداخت، دشنامش داد. حضرت تف از پیشانی مبارک تازه کرد، یک نگاهش کرد، گفت خارجا من جبل مکه لضربت عنقک صبرا. اگر گفت بعدگه من ترا از همین مکه بیرون دسترست کنم در کجای
با شمشیر سر از بدن جدا میکنه. شما تصور کنید احوال باطنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یک همسایش، یک کسی که تا به حال پیشش پشت نگفته است، با رقتش دغلی نکرده است، در میان معرکه بیاید و در روی حبیب خدا توف اندازد. در بعضی روایات اومده است از ابوبکر نقاش روایت میکنن که همون توف کردگیش بعضی چیچه‌هاش اومد در روی خودش زد، پدرسگ به بیماری برس گرفتار شد، به بیماری مخو گرفتار شد عقبه. اما پیغمبر بشارت چه داد؟ ترا گفت اگر من خارج از مکه که دسترس کردم، دستگیرت کردم، سرت از بدن جدا میکنم. وقتی پیغمبر چیزی را تمنا کرد مگر خداوند میگذاره که او اجرا نشود؟ همین سال چند نگذشته بود که در جنگ بدر عقبه ابن ابی معیط اسیر افتاد. مقداد ابن اسود رضی الله عنه عقبه را اسیر گرفت، دست پاش بست است، پلوکش کرده است و اگر نیت داره که این بای ثروتمنده پول کلان میگیره و از فرزنداشو بفروشمش. او وقت ولی فدیه گرفتن از اسیرها اجازت بود، خداوند ولی منعش نکرده بود. در راه می اومدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چشمش در چشم عقبه غلطید. گفت یا علی گردنش بزن. داد فغان برداشت. گفت فرزندای من چی میشوند؟ فرزندام ما کی نان میته، کی نگهبین میکنم؟ برای فرزندام کی را بگذارم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت آتش جهنم. و من ترا وعدت کرده بودم کو. مقداد گفت یا رسول الله آخه من از این امید دارم که دستم کار کنم پول بگیرم. گفت یا مقداد رزق روزی را خدا میته، از خدا طلب کن. خداوند در قرآن را بیان میکند در سوره فرقان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی که ظالم پشت دستش به دندان میگزه، پشیمان میشود که ای کاش که همون زمانی که من کلمه شهادت گفتم دیگر گمراه نمیشیدم، همراه محمد صلی الله علیه و سلم ادامه میدادم راه ما، رفیق محمد صلی الله علیه و سلم میشیدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای خاک در سرم میگه وای بر من، کاش که من همین ملعون ابی ابن خلف رفیق نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. این ملعون، این شیطان از راه حق، از ذکر گمراهم کرد وقتی که خداوند هدایتم کرده بود. و کان الشیطان للانسان خذولا. شیطان همیشه انسان را خیلی احمق میکنه، در گمراهی میکشد، در ضلالت، در خواری میکشد. همین خیلی گریه و ناله میکرد که حضرت علی زد سرش از بدنش جدا کرد. فذلک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر. تمام دشمنای خدا و محمد صلی الله علیه و سلم آگاه باشند، همین عذاب دنیا شده و عذاب آخرت از این بزرگتر می شود که عقبه ابن ابی معیط ها، ابی ابن خلف ها در آتش جهنم ابدالآباد می سوزند. خب ابی ابن خلف وقتی که از تقدیری برای همون رفیقش عقبه که آگاه شد، جانش در تهلکه بود. میدانست که محمد صلی الله علیه و سلم بشارت مرگ بدبخت داد است. گفته بود که من خودم میکشم ترا. در هنگام جنگ احد وقتی که شکست بر لشکر مسلمانان افتاد، مردم در گریز افتاده بودند، ابی ابن خلف دست بردار نبود، شمشیر در دستش، در بالای اسب سوار، همون اسبی که تربیه کرده است. میگفت والله لا نجفت این نجا محمد صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم ما میگیم که امتای حبیب خدا هستیم، این لعنتی نمیگفت. گفت قسم به خدا اگر محمد نجات بیابه من نجات نمیابم، زیرا محمد را بشارت داده است که میکشم، باید همه جا بیاموشه در همین وقت شکست خوردن مسلمان ها کار به انجام رسونم. در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم دید همراه اصحاب بزرگوارش هجوم کرد، اسب دوام به طرفش میرفت، از دور نعره زده
وقتی که بعضی از اصحاب بزرگوار خستن از جمله سعد ابن ابی وقاص خواستن به مقابلش برآیند، حضرت گفت ماننش نزدیکتر شوم. وقتی که خیلی نزدیک آمد حربه سعد ابن ابی وقاص گرفت. حربه نیزه خورده را میگن که با دست پرتافته می شود، دراتیک برای کسایی نمیدونن. حربه را در دستش گرفت، حضرت طرف ابی انداخت. پیغمبر خدا پیاده است و ابی در بالای اسب سوار. نیزه آمد همین گردنش، بیخ گردن خراشید، پوست گردن گرفت و گذشت رفت. یعنی یک ایزی موند، خلاص هم یک پای کندگی که یک ایزی خون بود. ابی ابن خلف از بالای اسب خودش در زمین انداخت، داد و فغان کرده قتلنی والله محمد گفته، گریه کرده به پیش مشرکای قریش آمد که مرا محمد کشت است. گفتن ای ابی هیچی درد در رسیده است، ایزو نمیکشه، یک پیک اندک یا ایزی اندک به هیچ بلوت نمیرسه. گفت ای مردم احمق، میدونه که بشارت مرگ به من کی داده است؟ بشارت مرگ بر من محمد صلی الله علیه و سلم داده است. والله لو بزق علی لقتلنی، قسم به خدا گفت اگر در روی من توف میکرد من میمردم. چی جای که به نیزه بزنم؟ من از یک چی تعجب میکنم برادرای عزیز، دشمن خدا به گپ محمد صلی الله علیه و سلم ببین چقدر اعتقاد داره که همه به یک ایزی اندک میگه که وعدم کرد میمرم، من به همین درد میمرم، اگر در روم توف میکرد میگه من میمردم. اما ما و شما دعوای امتی محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم، افسوس که از فرمودهاش فرسخا دوریم. نصیحت میکنه ای دختر جان، آخه این نماز روشنایی ده چشم پیغمبر تای بخون، غالبا میخونم. ای جوان مرد، آخه پیغمبر گفته است در 7 سالگی فرزنداتون امری به نماز کنه، او تو 40 ساله شیدی بعد میخونمش که تو 400 سال عمر دیدنی. سبحان الله. یک کافر به گپ محمد صلی الله علیه و سلم به حد اعتقاد داره که میگه اگر در روی من توف میکرد من میمردم. آمد نزد ابو سفیان، در اخبار اومده است که مثل گاو باعث میکرد، در تمام تاریخ های معتبر ما اومده است، نعره میزد باعث میکرد. ابو سفیان که سردار قریش بود در جنگ احد، گفت یا ابی، آخه تو شهسوار قریشی، مرگی تو ایزنکو ایزو نمیکشی؟ ایت نخو با یک پای قدر خطه زده و کفته و گریه و ناله کنی؟ گفت یا ابو سفیان والذی نفسی بیده لو کان الذی بی کان بی اهل حجاز لماتوا جمیعا. ای ابو سفیان گفت قسم به خدا، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، همین دردی که حاضی در من است اگر به تمام مردم حجاز تقسیمش کنی همش میمرن. تو چی را میدونی؟ تو ایرا یک پای اندک حساب نکن، ایزی محمد صلی الله علیه و سلم، این قصاص محمد صلی الله علیه و سلم، این درد من خودم میدونم. اگر در میان تمام مردم حجاز که عبارت از مکه و مدینه و طائف است دردی من تقسیم کنی همه میمرم. حقیقتا در راه مرد بدگهر، این کافر ملعون مرد. این از سزای عملی هر بدبختی که سرکشی میکند، عناد میکند. و هر یک دشمن خدا و پیغمبر انشاءالله چنین یک جزای منتظر است، هم در دنیا و هم در آخرت. پس کسی که نماز ترک میکند تارک صلات است، یا همراه قارون حشر میشود، یا بر رفاقت فرعون، یا همراه هامان وزیرش، یا همراه انمی بدبخت ابی ابن خلف. برادرای عزیز، همش یک برادر نصیحت بکنم که مسئله نماز بسیار جدی است، بسیار جدی است، بسیار احتیاطکار باشه در مسئله نماز. لاف و گزاف کسی را گوش نکنه. شخصی که به خاطر مال و ثروت دنیا نماز ترک میکند او همنشین قارون است. شخصی که به خاطر حکومت، به خاطر دولت نماز ترک میکند او همنشین فرعون است. کسی که به خاطر ریاست و وزارت نماز ترک میکند او همنشین هامان است. کسی به خاطر تجارت
به خاطر مردکاری، به خاطر کار دنیوی نماز ترک میکند، همنشین ابی ابن خلف است. علامه ابن قیم جوزیه همین روایت در زاد المعادش آورده است، همین شرح توضیح آورده است. پس برادرای عزیز، نسبت نماز بسیار باید مواظب باشیم که این یک جنایت است، قسم به خدا. یک روایت امام غزالی در مکاشفة القلوب خش میارد و همین روایت شمس الدین ذهبی در الکبائرش آورده است که در زمان